5 نفرن که شیطان نمیتونه بهش نزدیک بشه. از امام صادق علیه السلام روایت داریم میفرماد که 5 نفرن یا 5 خصلتیه که میخواد در یک نفر باشه، یک کدوم از این خصلت‌ها رو داشته باشه، شیطان نمیتونه بهش نزدیک بشه. شیطانی که از خداوند عمر گرفت تا روز قیامت، اما خداوند هم تا روز ظهور بهت عمر میده. شیطانی که از خدا خواست با خاطر تمام اعمالی که انجام دادم در پوست و گوشت و رگ‌های بنده جاری بشم که بتونم اغواش بکنم. شیطانی که از خدا اجازه گرفت به اندازه هر یک نفری که برای بشریت به دنیا میاد 2 بار یا 4 تا برای من به دنیا بیاد، از 4 طرف بتونم احاطه‌اش بکنم، از چپی‌ها و از راستی‌ها و چپی‌ها و جلو و عقب و اینا توضیحاتش مفصله. اما خود همین ابلیس لعنت الله علیه میگه که به 5 نفر نمیتونم حتی نزدیک بشم، چه برسه به اینکه بخوام اغواش بکنم. خیلی جالبه. عن صفوان ابن یحیی یرفع الی ابی عبدالله که حضرت امام صادق علیه السلام باشن، انه قال ابلیس لعنت الله علیه 5 لیس لی فیهن حیلة و سائر الناس فی قبضتی. میگه 5 نفر هستن که من نمیتونم به اینها نزدیک بشم و سایر الناس فی قبضتی، بقیه مردم توی قبضه و تو مشت منن. 1 من اعتصم بالله عن نیة صادقه و تکل علیه فی جمیع امور. کسی که چنگی بزنه به ریسمان الهی، یه عزیزی حتی همین تسبیح رو میگفت این ریسمان الهیه، یعنی یه سر من دارم باید ذکر میگم، حالا یکی از موارد دیگه هم همینه. حالا خواهم کسی که چنگ بزنه به ریسمان الهی و تکل علیه فی جمیع، در تمام کارها بگه توکلم به خدا است، همیشه توکلش به خدا باشه. 2 من کثر تسبیحه فی لیله و نهاره. کسی که صبح و شام، شب تا صبح عرضم به شما مشغول ذکر باشه. نمیخوام بیشتر از این طولانی بشه. عزیزانی که خواستن 5 مورد رو کامل داشته باشن، عدد 5 رو همین زیر کامنت کنن یا علی مدد التماس دعای فرج.